دخترچه‌های 3 سالی ما شعر منیژه میدونه؟ چرا شعر غزل سریا را میدونه؟ چرا فاتحه را نمیدونه؟ چرا امروز فرزندای 5 ساله ما سوره فاتحه را نمیدونه؟ چرا امروز جوانای ما کلمه توحید نمیدونه؟ ما وقتی که نکاح برم جوان میگم که بگو کلمه توحید بگو، میگه بابی دامرا کلمه توحید چی باشه؟ امروز جوان تاجیک دخترها سبست بیچاره دخترها برون میپوشن نافاشون تافته امروز عید همه در صحرا با پدرش در مسجد بشینه روز یا دیوسی حرام. اینا مشدیم الله میگه که یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. نردی بازار دید روش یعنی مکد انگشتاش در گوش انداخت گفت لعنتی خدا بر شما الا نردی بازار. امروز شرم نمیداره موش سفید نردی بازی میکند. با میگی برادر نردی بازی نکنم مسلمان تو پگم میمونی با کدام مولای احمق تو را جنازه میکند؟ میگه ما مسلمانو گپ در دیلای روسیا گپ در دیلای زنا بکنی